سلام به همه دوستای خوب. چطورین بچه ها؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. توی این قسمت قراره با هم بریم یه پاوربانک خیلی حرفه‌ای و خفن و باحال و با هم درست کنیم و خب ساده و بکار و تقریبا میشه گفت جمع و جوره. آماده اید؟ بزن بریم سراغ ویدیو. خب لوازم مورد نیازمون از این ماژول من استفاده میکنم. ماژول پاوربانک این مدل دو تا پورت داره، LED داره و نمایشگر داره. نمیدونم سالمه یا نه، بعد تستش کنم چون خریدمش از دیجیکالا، سفارش دادم برام اومده. نمیدونم هنوز تستش نکردم. چند تا باتری میخوام برای این ماژول. میتونید تقریبا از 6 تا باتری هم استفاده کنید که من 5-6 تا داشتم که تقریبا میشه گفت 5 تاش خراب بود، 4 تاش سالم بود. این باتری ها رو هم میتونین هم بگیرین، هم میتونین از این تعمیرات لپتاپ و اینا باتری لپتاپ بگیرین، از توی لپتاپ ها در بیارین، براتون ارزون تر در میاد به جایی که برین بخرین. و چند تا دونه چوب بستنی میخوایم، تقریبا 20 تا چوب بستنی بزرگ میخوایم برای قابش، برای بدنش یا هم قابش، از هر چیزی میتونین استفاده کنین، فرقی نداره. در کنار هم یه چند تا چوب بستنی کوچیک و چند تا سیخ چوب شاید لازم داشته باشیم، معلوم نیست. بزن بریم برای ساختنش. ترجیحاً اگه از چوب بستنی بزرگ استفاده کنید چون صافتره بهتره، وگرنه همونجور که میبینید این چوب بستنی کوچیک معمولا همشون خرابن یا مثلا اینطوری ریشن و کج و کولن و به درد نمیخورن. چوب بستنی بزرگ بهتره. خب برای قابش من تقریبا 20 تا لازم دارم. جوری که من درست کردم اول برای خودم، تقریبا میشه گفت بعد شما 4 تا چوب بستنی رو اینطوری بذارید و اینجا میشه جای باتریامون. اینا میشه جای باتریامون و این هم اینجا ماژولمون میخوره. پس قاب ما به این شکل میشه. اوکیه. حالا بعد اینا رو به کنار هم چسب بزنیم و برای محکم بشه هم میتونیم اینطوری تیکه های کوچوله چوب بستنی بردارین و اینا رو روی هم بچسبونیم. اینا رو میرم به همین شکلی که هست اینجا میچسبونم و بعد میایم برای اندازه و برش کاریاش. خب این هم از این شد 2 تا 4 تایی و 2 تا 2 تایی و این 2 تا کف و بالاش هم روش از این چوب بستنی رو نذاشتم که بتونم اول برش بدم، بعد اگه خواستم میذارم. حالا اول باید بریم سراغ اندازه‌گیری اینا. یه خطکش میارم، یه مدالم میارم، این دوتا رو میذارم کنار، این دوتا رو بعد میذارم کنار. این دوتا تا جایی که امکان داره ازش کم ببرید، یعنی امیدوارم منظورم متوجه شده باشید. یه چوب بستنی میذارم اینجا که سطح این با سطح این برابر شده باشه و اینجا اینو درستش میکنم و یه خط میکشم، بعدیشم به همین صورت. این از اینا فقط باید جوری بزنید که اندازه اینا با اینا یکی باشه.
میشه گفت یکی کردیم. حالا بعضی جاش توی کار که باشه بازم با چوب بستنی میگیریمش. خب دیگه بعد بریم سراغ وصل کردن باکسیش. خب حالا بریم مرحله باتریوم. 2 سیم برمیدارم، تقریبا سراشو 5-6 سانتی طوری لخ میکنم و از این برم برای ماژولم لخ میکنم. بعد یه چسبی چیزی میارم، باتریامو بهش وصل میکنم، به هم وصل میکنم، یعنی چسب میریزم و این باتری رو به هم میچسبونم. بعد مواظب باشیم مثبت منفیشو درسته، این مثبت ها یک طرف باشه، منفی هم یه طرف باشه. خب این از این هم یک جوری همینطوری درش بودم فعلا اندازشه. و حالا باید بریم سراغ این که این باتریمونو به ماژولمون وصل کنیم و جاشون بزنیم و در حین این لحنکاری که انجام میدید هویتتون به نمایشگرتون نخورد. این مثبت بود و این هم منفی. این حالا اینجا اول شما باید اینو بیارید اینجا نصبش کنید، همینجا. اینجا رو ما باید یه دایره 5 میل سوراخ کنیم. خب این هم از سوراخ خیلی فیکس دقیقا اندازه چراغ زدمش. LED تون رو در بیارید. اوکی، LED تون رو باید در بیارید. 2 سیم ازش میکشم، وارنیش میندازم که اتصالی نکنه و اون 2 سیم رو به مثبت منفیش رو به این جای LED وصل میکنم. خب پس تا اینجا شد. این که سیم باتریمون رو اول بکنیم، بعد LED مون رو از اینجا در بیاریم و 2 سیم بکشیم ببریم بدیم به LED مون که بتونیم ماژول رو به قاب وصل کنیم و اینو ببریم بزنیم به این ور، چون نمیرسیم. خب حالا اینجا بعد از اینکه LED تون رو وصل کردیم و وارنیش انداختیم، پس دوباره مثبت منفی باتریتون رو وصل کنیم به ماژولتون. مثبت رو میزنیم به مثبت، منفی هم میزنیم به منفی. حالا از اتصالای باتریمون مطمئن میشیم و این درش رو میاریم، در روش میاریم، قاب روش میاریم، این اینجا اول جا میزنیم.
اینم چسبوندم، محکم گذاشتم چسب بشه. نهایتا روش یه خمیر میلبوکسی، گچی، یه چیزی که فقط محکمش کنی وقتی روش فشار میاریم این کنده نشه. حالا بعد این باکس همون اینجا جا بزنم. خب تا اینجا پاور بانک ما فعلا آماده است، یعنی ما تقریبا 90% کارو انجام دادیم. فقط میبینید اینجا مثلا اینجا بزرگتره، اینجا بزرگتره، اینا کوچیکه. اینا رو بعد یه سنباته بردارید، یه تیغی چیزی بردارید، اینا رو بزنید. بعد که زدید بریم برای صفحه روش. خب این از این یه سنباته کلی زدم. بعضی جاش مثلا مثل اینجا کنده شده، اینا رو بعد پر کنید. حالا برای کلیدم دقیقا روبروی کلیدم من دوباره یه علامت میزنم، تقریبا همونجا هست، یکم بالاتر. خب این هم از سوراخ این. حالا بعد یه سیخ چوبی برداریم ببینیم آیا اندازش زدیم یا نه. این که اینجا بذاریم، خب اینجا که فشار بدیم یعنی روشن میشه. خب این از این. حالا بعد برای چسبوندنش چیکار کنید؟ یه چسب قطره خیلی قوی بردار این. خب اینو دقیقاً روی کلید بچسبونید. این هم از این چسبید. نگاه کنید، باید مواظب باشید چسب زیاد نذارید که کلیدتون خراب نشه، چون بعد عوض کردنش سخته. یعنی یه بار میزنید چراغ خاموش میشه، یه بار میزنید، دو بار میزنید چراغ روشن میشه، یه بار میزنید خاموش میشه. بعد برای خاموش شدنش هم که نگه میدارید تا خاموش بشه، برای روشن شدنش هم دو بار میزنید. خب این برای اینجاش من اینو خاموشش کنم. اول برای کلیدش در نظر داشتم که از چوب بستنی استفاده کنم، ولی خب نشد. برای همون میریم سراغ یه چیز دیگه ببینیم میشه یا نمیشه. اول در این چسب قطره‌ای هستش، اینا درش رو برمیدارید، برش میزنید تقریبا که نیم میل از نیم میل کمترش رو برش میزنید. برای کلیدش یک دونه از این درهای چسب قطره‌ای کوچیک برمیدارین، اینو برشش میدین، تقریبا نیم میل کمتر شما میخوایم. این از این وسطش رو بعد یه سوراخ بزنید تا سیخ چوبیتون از وسطش رد بشه. این از این پس شد. سر چسب قطره کوچیک رو برمیداریم، یه سوراخ وسطش به اندازه سیخ چوبیمون میزنیم و اینتون رو بعد از اینکه این خوش شد باید اینجا بچسبونیم و این شکل اینو در بیاریم. حالا من چون شکل رو بردن شکلش سخته، یه مستطیل اینطوری در میارم. نکنیم این از اینجا مثلا و این هم از اینجا. ما فرض میکنیم که این 1.5 سانت فاصله داره. این چقدر؟ یعنی اینقدر از قاب فاصله داره. خب رفقا، این هم از این. با هم رفتیم یه پاور بانک خیلی خفن رو ساختیم که درست کردنش هم خیلی ساده است. من خودم دنبال نگشتم، ولی مطمئنم که اگه بخواید یه پاور بانک بازاری بخرید حداقل از 500-600 تومن بدون نمایشگرش رو باید هزینه بدین، ولی اگر بخواین نمایشگردارش رو بخرین حداقل باید از 700-800 تومن بدیم به بالا. برای
پاور بانکی که نمایشگر داشته باشه، چراغ خوبه داشته باشه و آمپر بالون باشه بعد هزینه زیادی بکنیم. ولی خب ما با یه هزینه کمی تقریبا 250-200 تومن یه پاور بانک خیلی خفن رو ساختیم. حتی برای شما کمتر در میاد. اون ماژول پاور بانکش برای من 100 تومن در اومد. باتریاش هم اگه داشته باشیم یعنی براتون پاور بانک 100 تومن در میاد، هزینه خاصی نداره. بریم برای تست. من این چون کنده شده بود دیدم کنده شده برام بهتر، زیاد در دست و پا نیست. اینطوری هر جا خواستم اینو همراه با پاور بانک میبرم و از این استفاده میکنم. دو بار که بزنید یه بار که بزنید صفحه نمایشگر با چراغ قوه روشن میشه. الان اینجا شارژ باتری رو بهتون نشون میده و الان روی حالت اوته. یه بار دیگه که بزنید چراغ خاموش میشه و اینجا که میزان شارژ و اینا رو نشون میده. اینجا دو تا پورت USB داریم که خروجی هاشون فرق میکنه و یه پورت میکرو USB داریم اگه اشتباه نکنم اسمشو درست بگم، برای شارژ کردن باتری هست. حالا بریم برای تست شارژش. اینجا من پاور بانک جیبی که تو ویدیو قبل با هم ساختیم میارم و یه کابل بهش میزنم و سیممو میزنم به پاور بانک. حالا اینجا میبینید که در حالت شارژ و این پاور بانک که چراغش قرمز شده داره این پاور بانک رو شارژ میکنه. حالا شاید دیده نشه، برای همین من اینجا خاموش میکنم. میبینید که این چراغش قرمزه و داره این پاور بانک رو شارژ میکنه. حالا بریم برای تست کردن اینو میتونه شارژ کنه یا نه. باید چیکار کنیم؟ اینجا تو USB داره همونجور که گفتم. من چراغ رو خاموش میکنم. الان به یکی از USB‌هاش که بزنم این روشن میشه، نمایشگر روشن میشه و پاور بانک هم در حال شارژ شدن. همونجور که میبینید اگه دیده بشه توی دوربین، چراغ رو من روشن کنم دیده بشه، الان خروجی ما 5 ولت 1 آمپره. اوکی، یعنی شارژ معمولی. ولی اگه این سوکت رو در بیارم بزنم به این سوکت، برام میشه 5 ولت 2.1 آمپر. یعنی اینکه فست شارژ میشه پاور بانک من سریعتر شارژ میکنه. یعنی دو تا سوکت متفاوت داره و الان این هم در حال شارژ کردن این هستش. و اینکه همینطور میتونید برای گوشی و چیزهای مختلفی که نیاز به شارژ کردن دارید هم استفاده کنید. و در هر صورت چیز ضروری هر کسی باید داشته باشه یه دونه پاور بانک. حالا چه بخواد جیبی داشته باشه، چه بخواد از این بزرگا داشته باشه، یک دونه باید داشته باشه. چه بخواد خودش درست کنه، چه بخواد تهیه کنه. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. لایک، کامنت، دنبال کردن یادتون نره. ممنون میشم منو به اشتراک بذاری. دوستتون دارم. مراقب خودتون و خانواده گلتون باشید. تا ویدیو بعدی، فعلا خدافظ.